نیمه دوم روز 28 سپتامبر و صبح 29 سپتامبر سال 2023 در شهر برلین پایتخت آلمان جمعی از مخالفان توجک تظاهرات اعتراضی دایر کردند. در این گردهمایی چندی از مخالفان حکومت پرزیدنت کنونی ازبکستان شفقت میرزیوف نیز اشتراک داشتند، ولی در عکس و نوارهای نشر شده دیده می شود که اکثر تظاهرگران را مخالفان حکومت پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان تشکیل میدهند. در عکس و نوارها دیده می شود که اعتراضگران شعارهای را با طلب رهایی محبوسان سیاسی و حامیان حقوق، ژورنالیستان، منع سرکوب زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان، رعایت حقوق انسان و تامین آزادی‌های دموکراتی را بلند کردند. این نخستین اقدام مشترک پیمان ملی تاجیکستان و گروه 24 دو حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان ممنوع بود. تا کنون گروه 24 اصولاً از پیمان ملی و دیگر گروه‌های مخالفین همیشه فاصله می‌گرفت. تظاهرات اول مخالفین تاجیک نیمه دوم روز 28 سپتامبر در نزد بنای سفارت تاجیکستان در منطقه محبط شهر برلین دایر شد. سپس اعتراضگران با شعارهایشان به سمت مهمانخانه ادلان کمپینسکی رفتند. به باوری آنها امامعلی رحمان و دیگر اعضای هیئت رسمی تاجیکستان در همین مهمانخانه قرار داشتند، ولی کسی از آنها به نزد اعتراضگران نبرآمد. صبح 29 سپتامبر نمایش‌های اعتراضی در مرکز برلین در نزدیکی محل برگزاری نخستین نشست رهبران آلمان و آسیای مرکزی برگزار شده است. پرزیدنت‌های 5 کشور آسیای مرکزی روز 28 سپتامبر به برلین آمدند. 29 سپتامبر آنها با پرزیدنت آلمان فرانک والتر شتاینمایر و سپس با کانسلر یا صدر اعظم این کشور اولاف شولز ملاقات می‌کنند. این نخستین ملاقات مشترک پرزیدنت‌های همه 5 کشور آسیای مرکزی با رهبران یک کشور عضو اتحادیه اروپا است و همگی هفته بعد عین ملاقات نخستین آنها با پرزیدنت آمریکا جو بایدن که در نیویورک در حاشیه اجلاسی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل دایر شد صورت میگیرد. کارشناسان بر این باورند که کشورهای غرب می توانند دولت‌های آسیای مرکزی را به خودداری ورزیدن از هر نوع حمایت از روسیه دعوت کرده، در عوض به آنها امتیازهای جدی از جمله کمک سرمایه‌گذاری‌های سرشار مالیوی پیشنهاد کنند.